کجا اومدی؟ شهرداری رشت. شهرداری منه. شهرداری منه. شما تازه اومدی راه رو بلدم حالا نمیشم. آی باشه. خب ما اومدیم شهرداری رشت. اینجا با خانواده که دارن حرکت میکنن، اونم دختر خواهر شیطونمه. نگاه کنید چقدر خوشگله اینا، رنگی رنگی و ناز. آقای من شهرداری رشت تعریف یه آقای مثل کوسه کبابی شکل مثلا که شنگاریه دست فروشه، ولی خب خیلی تو اینستاگرام دیدم دنبال اون هستم که بریم اونجا یه چیزی بکنم، ببینم حالا پیداش میکنم یا نه. این کبابی پیج داره که آدرسش هم داره. خیلی باصفا که نشستن و چای میخورن. میدونه معروفه رشت که حالا یه جایی که کلی مغازه داره، سینما و همه چی هم هست. میدون شهرداریه. بوی بانمک جوراب پوشیده عزیزم. سلام بابا این سفته. آره بابا خبره. یه دونه خیابونه پر از اینا. من تو اینستاگرام تبلیغ ایشونو خیلی دیدم، بعد اومدم خودم هم امتحان کنم. بعد شلوغم هست واقعا. اینم که آقا رخ کار رو ببین که چی هست دیگه. من قشنگ احساس کنم دیگه باهام میتونه صحبت کنه. کباب حالا برنجش هم میاد. خوردیم و واقعا خوب همچین جایی هست. اینم از آب میوه تراوت، همون دم جایی که بودیم هست. خیلی خوشمزه بود. جاتون خالی. الان حدود ساعت 1 شب. امیدوارم که این ولاگ رو دوست داشته باشید. من خودم شهرداری